سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. نگار اقبالی هستم. به متنوع ترین کانال آموزش ترکی خوش اومدید. قبل از اینکه بریم وارد صفحه 52 کتابمون بشیم، لازمه که گرامر مربوط به زمان حال استمراری یا همون شیمنیکی زمان رو به صورت کامل با هم یاد بگیریم. بچه‌ها بریم سراغ گرامر مربوط به زمان حال استمراری که جز مهمترین گرامرای سطح آیه که کتاب یعنی استانبوله که توی ترکی بهش میگیم شیمنیکی زمان. چرا مهمه؟ چون که اولین زمانیه که توی زبان ترکی با هم دیگه یاد میگیریم و اصلا به حالت ساده بخوام بهتون بگم زمان حال استمراری یعنی کاری که توی لحظه داره انجام میشه یا توی آینده نزدیک انجام میشه. مثلا من الان دارم کتاب میخونم، امشب کتاب میخونم. هر دو نمونه هایی هستن برای زمان حال استمراری. تو درس 1 و 2 هم تا حدودی یاد گرفتیم که فعلمون یا مصدرمون کلماتی هستن که ماک یا مک دارن. اولین کاری که بخوام یک مصدر رو یا فعلمون رو تبدیل کنم به زمان حال استمراری باید اون ماک یا مک رو حذف کنیم. یه فعل رو به عنوان نمونه داشته باشیم، مثلا فعل باکماک. یعنی چی؟ یعنی نگاه کردن. اولین کاری که میکنیم ماک رو حذف میکنیم. ریشه فعل به دست میاد. ریشه فعل باکماک چی میشه؟ میشه باک. مشخصه های زمان حال استمراری چیه؟ یکی از حالت های ایور، ایور، اویور و اویور. با توجه به حرف صدادار ریشه فعل یکی از اینا رو بهش وصل میکنیم. برگردیم به مثال خودمون. ریشه فعلم باک بود. حالا حرف صدادارش چی بود؟ آ. خب با توجه به آ اویور رو میذاریم. شد باکیور. حالا صرفش کنیم. یعنی شناسه های شخصی رو بهش وصل کنیم. باکیورم. من دارم نگاه میکنم. سن باکیورسون. تو داری نگاه میکنی. او باکیور. اون داره نگاه میکنه. بیز باکیوروز. ما داریم نگاه میکنیم. سیز باکیورسونوز. شما دارین نگاه میکنین. اونلار باکیور و یا اونلار باکیورلار. گذاشتن لار کاملا اختیاریه. مراحلش رو دوباره چک میکنیم با هم دیگه. چیکار کردم؟ فعلم یا مصدرم رو ریشهش رو به دست آوردم. چطوری؟ ماک رو حذف کردم. چی موند؟ باک. اومدم با توجه به حرف صدادارش ریور رو بهش وصل کردم و در نهایت شناسه شخصی بهش دادم. شد باکیورم، باکیورسون، باکیور، باکیوروز، باکیورسونوز، باکیورلار. و از این جهت که پسوندهای زمان حال استمراری همشون آخرشون او دارن، پس شناسه های شخصیم هم همیشه به همین حالت بهش وصل میشه. یه فعل دیگر رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. فعل بیلمک به معنی دونستن. بیلمک. مکش رو حذف میکنیم. ریشه فعل چی به دست اومد؟ بیل. حرف صدادارش چیه؟ ای. پسوند زمان حال استمراری رو بخوام بدم میشه بیلیوروم. صرفش کنیم. بیلیوروم، بیلیورسون، بیلیور، بیلیوروز، بیلیورسونوز، بیلیورلار. به این ترتیب خیلی ساده، راحت با حذف کردن مک، اضافه کردن پسوند زمان حال استمراری و شناسه شخصی فعلمون رو ساختیم و صرف کردیم. بچه 3 تا فعل استثنا داریم. گیتمک به معنی رفتن، تاتماک به معنی چشیدن، اتمک به معنی انجام دادن. چرا اینا استثنا هستن؟ بعد از اینکه ماک یا مکشون رو حذف کنیم چه اتفاقی میفته؟ تشون به د تبدیل میشه. یعنی ریشه فعلی که داریم تشون به د تبدیل میشه و بعد صرفش میکنیم. مثلا گیتمک میشه گیدیوروم، تاتماک میشه تادیوروم، اتمک میشه ادیوروم. تمام؟ پس این 3 تا فعل استثنا رو هم یادتون نگه دارین. وقتی تبدیل میشن به زمان حال استمراری تشون به د تبدیل میشه. بچه یه نکته دیگر رو هم باید یادتون نگه دارین. اگر مصدرمون رو ماک یا مکش رو حذف کنیم و ببینیم که ریشه فعلمون به حرف صدادار آ یا ا ختم شده، اونو هم حذف میکنیم. بعد پسوند زمان حال استمراری رو بهش میدیم. یه مثال میزنم که قشنگ براتون جا بیفته. فعل باشلاماک به معنی شروع شدن، شروع کردن.
ماکش رو حذف میکنم. ریشه فعلم چی میشه؟ باشلا. به آ ختم شده. آ رو هم حذف میکنیم. بعد پسوند استمراری رو بهش میدیم. میشه başlıyorum. Başlıyorsun. Başlıyor. Başlıyoruz. Başlıyorsunuz. Başlıyorlar. یه مثال دیگه. izlemek تماشا کردن. مکش رو حذف میکنم. ریشه فعلم شد ایزله. به ا ختم شده. حذفش میکنیم. پسوند استمراری رو بهش میدیم. میشه izliyorum. izliyorsun. izliyor. izliyoruz. izliyorsunuz. izliyorlar. حالا دوتا فعل دمک یمک. دمک یعنی گفتن، یمک یعنی خوردن. مکشون رو حذف کنیم. چه اتفاقی میفته؟ دوتاشون هم به حرف صدا داره ا ختم شده. اونم خط میخوره. نترسین. یه دونه ی مونده، یه دونه د مونده. با توجه به چیزی که حذف کردیم، پسوند زمان حال استمراری رو بدیم، میشه yiyorum, diyorum. yiyorum, diyorum و به همین ترتیب میتونیم صرفش کنیم. yiyorum, yiyorsun, yiyor, yiyoruz, yiyorsunuz, yiyorlar. diyorum, diyorsun, diyor, diyoruz, diyorsunuz, diyorlar. بریم سراغ منفی کردنش. برای منفی کردن زمان حال استمراری کافیه که بلافاصله بعد ریشه فعل از حرف م استفاده کنیم. اولین مثالی که زده بودیم bakıyorum. ریشه فعل باک بود. بلافاصله بعدش م رو بذارم منفی شده. bakmıyorum. bakmıyorsun. به همین ترتیب میتونم صرف منفیش رو انجام بدم. مثال بعدیش چی بود؟ biliyorum. میدونم. bilmiyorum. نمیدونم. اون استثناءاتی که گفتم در مورد گیتمک و اتمک و یا حذف آ اون استثناء رو یادتونه؟ اون استثناء فقط در حالت مثبت و سوالی مثبت اتفاق میافتن. توی منفی سر جای خودشون میمونن. مثلا گیدیورم منفیش میشه گیت میورم. ایزلیورم تماشا میکنم. یادتونه ا رو حذف کرده بودیم. توی منفی کردن دیگه سر جای خودش باقی میمونه. میشه ایزله میورم. بریم سراغ سوالی کردنش. حالت سوالی مثبت. فعلمون چی بود؟ bakıyorum. سوالیش کنم چه اتفاقی میفته؟ bakıyor. رو از آخرش میگیرم. bakıyor آخرین حرف صدارش چیه؟ او. پس از پسوند سوالی مو استفاده میکنم. شد bakıyor مو. چی رو گرفته بودم از آخر فعل؟ میارم میدم به آخر پسوند سوالی. میشه bakıyor muyum. یه چرا اومد؟ چون 2 تا حرف صدادار وقتی که به هم دیگه برسن یه میانجی میگیرن. bakıyor muyum. آیا دارم نگاه میکنم؟ bakıyor musun. مو پسوند سوالی، سون شناسه شخصی تو. او bakıyor mu. آیا اون داره نگاه میکنه؟ biz bakıyor muyuz. آیا ما داریم نگاه میکنیم؟ siz bakıyor musunuz. شما دارین نگاه میکنین؟ onlar bakıyorlar mı. اگه لار قرار باشه بیارم پسوند سوالی میشه م. اگه قرار نباشه بیارم میشه onlar bakıyor mu. به این حالت سوالی کردیمش. میرسیم به سوالی منفی که اینم خیلی راحته. به جای bakıyor muyum کافیه که اون م رو بذارم بشه سوالی منفی. bakmıyor muyum. bakmıyor musun. bakmıyor mu. bakmıyor muyuz. bakmıyor musunuz. bakmıyorlar mı veya bakmıyor mu. فعل بیلمک رو یادتونه؟ صرف مثبتش و منفیش رو من انجام دادم. سوالی مثبت و سوالی منفی رو شما انجام بدین به عنوان تمرین و اگه سوالی پیش اومد توی کامنت ها حتما بپرسین. توی کتابمون هم فعل گلمک رو برامون مثال زده. حالت مثبت، منفی، سوالی مثبت و منفی رو داخل یک جدولی برامون به صورت کامل نوشته. شما هم میتونین چند تا فعل رو انتخاب کنین و همین حالت صرفشون کنین که کامل بتونین اینا رو یاد بگیرین. مثال‌های زیادی توی درس 3 داریم. نگران نباشین. همه رو با هم بررسی میکنیم که کاملا این زمان برامون جا بیفته.
خب برمیگردیم به توضیحات کتاب در مورد دیل بیلگیسی یا همون گرامر که در مورد چیه؟ şimdiki زمان حال استمراری. گفته زمان حال استمراری توی 3 موقعیت ازش استفاده میشه. مورد اول، bu zaman tamamlanmamış yapılmakta olan işleri anlatmak için kullanılır. زمان حال استمراری برای توضیح دادن کاری که تکمیل نشده و در حال انجام استفاده میشه. مورد بعدی، bu zaman bazen yakın gelecekte yapılacak bir işi anlatmak için de kullanılır. یعنی زمان حال استمراری بعضی وقتا برای توضیح دادن کاری که قراره تو آینده نزدیک انجام بشه هم استفاده میشه. و مورد بعدی، bu zaman bazen geniş zaman yerine kullanılır. این زمان یعنی زمان حال استمراری بعضی وقتا به جای حال ساده هم ازش استفاده میشه. حال ساده میشه همون گنیش زمان که توی استانبول سطح آدو قراره به صورت کامل این زمان رو هم یاد بگیریم. فعلا توضیحات در مورد زمان حال استمراری هستش. بچه داخل این کادر آبی رنگ وسط صفحه 52 توضیحات مربوط به زمان حال استمراری که من همه این توضیحات رو در مورد این فعل ها بهتون داخل کلیپ توضیح دادم. پس میریم سراغ مثال بعدی پایین صفحه 52 که با فعل gelmek به معنی آمدن صرف مثبت، منفی، سوالی مثبت و منفی رو انجام داده. olumlu میشه مثبت، olumsuz میشه منفی، olumlu soru میشه سوالی مثبت، olumsuz soru میشه سوالی منفی. صرف مثبت geliyorum، geliyorsun، geliyor، geliyoruz، geliyorsunuz، geliyorlar. دارم میام، داری میای، داره میاد، داریم میایم، دارین میاین و دارن میان. منفیش gelmiyorum، gelmiyorsun، gelmiyor، gelmiyoruz، gelmiyorsunuz، gelmiyorlar. سوالی مثبت geliyor muyum؟ geliyor musun؟ geliyor mu؟ geliyor muyuz؟ geliyor musunuz؟ geliyorlar mı؟ و سوالی منفی gelmiyor muyum؟ gelmiyor musun؟ gelmiyor mu؟ gelmiyor muyuz؟ gelmiyor musunuz؟ gelmiyorlar mı؟ داخل این دوتا باکس هم این دوتا نکته رو توضیح داده که فعل yemek و demek بعد از اینکه به زمان حال استمراری تبدیل میشن حذف میشه، پسوند زمان استمراری رو میگیره و تبدیل میشه به yor، diyor که این نکته رو هم توضیح داده بودم. و نکته دوم 3 فعل gitmek، etmek، tatmak بعد از اینکه پسوند زمان حال استمراری رو میگیرن تشون تبدیل به د میشه gidiyor، ediyor، tadiyor. برای یادآوری gitmek به معنی رفتن، etmek به معنی انجام دادن و tatmak به معنی چشیدن هستش. بریم سراغ مثال های صفحه 53. örnek به معنی مثال هستش. جمله اول Ben her gün kitap okuyorum. من هر روز کتاب میخونم. Ahmet'le Ceren sokakta konuşuyorlar. احمد و جرن دارن توی کوچه حرف میزنن. Biz işe gidiyoruz. ما داریم میریم سر کار. Sen her gün kahvaltı ediyor musun? تو هر روز صبحونه میخوری؟ Onlar Türkçe bilmiyorlar mı? اونا ترکی نمیدونن؟ Her hafta balık yiyor musun? هر هفته ماهی میخوری؟ Onlar televizyon izlemiyor. Kitap okuyorlar. اونا تلویزیون تماشا نمیکنن. کتاب میخونن. Songül ve Berna sinemaya gelmiyorlar mı? سونگول و برنا به سینما نمیان آیا؟ توی جمله اول مصدرمون چی بود؟ okumak که صرف شده okuyorum. توی جمله دوم مصدرمون konuşmak هستش به معنی حرف زدن، صحبت کردن. جمله بعدی gitmek رفتن، gidiyoruz میریم که جزء فعل‌های استثناء بود و تش به د تبدیل شده. ediyor musun؟ فعلش چی بوده؟ مصدرش چی بوده؟ etmek به معنی انجام دادن که با کلمه صبحانه به معنی خوردن هستش. جمله بعدی bilmek دونستن. yiyor musun؟ میخوری؟ مصدرش بوده yemek خوردن. izlemiyor okuyorlar
izlemek تماشا کردن. okumak میشه خوندن. gelmiyorlar mı؟ gelmek به معنی آمدن. تمرین شماره 6 گفته aşağıdaki boşlukları örneklerdeki gibi dolduralım. جاهای خالی پایین رو مانند مثال ها پر کنیم. چیکار باید بکنیم؟ مصدر رو به ما داده. sevmek به معنی دوست داشتن هستش. او kahve sevmek رو ریشه فعل رو به ما داده. دقت کنیم که سوالی هستش. با توجه به ضمیر او باید جای خالی رو پر کنین. اولین مورد رو من میگم که میشه او kahve seviyor mu؟ آیا اون قهوه دوست داره؟ seviyor mu؟ موردهای بعدی تا شماره 14 رو انجام بدین، برگردین چک کنین. بریم جوابا رو با هم چک کنیم. Onlar hafta sonları geç kalkıyorlar çünkü çalışmıyorlar. اونا آخر هفته ها دیر بلند میشن چون که کار نمیکنن. Sen yarın arkadaşlarınla buluşuyor musun؟ تو فردا با دوستات ملاقات میکنی؟ buluşuyor musun؟ öğrenciler ödev yapıyor. دانش آموزان دارن تکلیفشون رو انجام میدن. ödev به معنی مشق و تکلیفه. niçin cevap vermiyorsun؟ چرا جواب نمیدی؟ beni duymuyor musun؟ نمیشنوی من چی میگم؟ Aslı şimdi رادیو dinliyor. Aslı الان داره رادیو گوش میده. dinlemek ریشه فعل به حرف ا ختم شده. خط میزنیم ایو رو بهش وصل میکنیم. yemek sıcak. غذا گرمه. O yemiyor mu؟ اون نمیخوره؟ biz konsere gitmiyoruz. çünkü biletimiz yok. ما به کنسرت نمیریم چون که بلیت نداریم. hala evdesin. هنوزم تو خونه ای. okula gelmiyor musun؟ نمیای مدرسه؟ annemle her sabah kahvaltı ediyoruz. با مامانم هر روز صبحونه میخوریم. etmek که ت به د تبدیل میشه ediyoruz. yarın tatil. فردا تعطیله. ben çalışmıyorum. من کار نمیکنم. film 20'de başlamıyor. 20.30'da başlıyor. فیلم در ساعت 8 شروع نمیشه. در ساعت 8:30 شروع میشه. yanlış otobüse biniyorsunuz. سوار اتوبوس اشتباه دارین میشین. bu otobüs تاکسیمden geçmiyor. این اتوبوس از تکسیم نمیگذره، عبور نمیکنه. onlar her sabah spor yapıyor mu؟ اونا هر روز صبح ورزش میکنن؟ تمرین شماره 7 گفته aşağıdaki fiilleri uygun boşluklara şimdiki zamanla yerleştirelim. یعنی چی؟ یعنی فعل هایی که پایین هست رو توی جاهای خالی مناسب با زمان حال استمراری جایگذاری کنیم. حالا فعل ها کدوم ها هستن؟ izlemek تماشا کردن، bitmek تموم شدن، başlamak شروع کردن، buluşmak همدیگر رو دیدن ملاقات کردن، yürümek راه رفتن، okumak خوندن، söylemek گفتن، anlamak فهمیدن متوجه شدن، konuşmak حرف زدن صحبت کردن، kullanmak استفاده کردن. یه موردش رو من میگم. اولی o Türkçe bilmiyor. اون ترکی نمیدونه. Bu nedenle به همین دلیل seni anlamıyor. تو رو درک نمیکنه. متوجه نمیشه که تو داری چی میگی. Bu nedenle seni anlamıyor. با توجه به معنی جمله دقت کنین که باید حالت مثبتش رو استفاده کنین یا حالت منفیشو. همچنین دقت کنین که بعضیاشون سوالی هن. باید به حالت سوالی تبدیل بشن. خب جمله دوم tiyatro 19'da başlıyor. erken gel. تئاتر ساعت 7 شروع میشه. زود بیا. siz araba kullanıyorsunuz. شما دارین رانندگی میکنین. araba kullanmak میشه ماشین روندن، رانندگی کردن. درس ساعت kaçta bitiyor؟ درس در چه ساعتی تموم میشه؟ کلاس چه ساعتی تموم میشه؟ چون اینجا kaç اومده، kaç به معنی چند هستش، جمله رو سوالی کرده، به خاطر همین دیگه از حالتهای مو استفاده نکردیم. Sen güzel şarkı söylüyor musun؟ تو قشنگ آهنگ میخونی؟ Sen güzel şarkı söylüyor musun؟
Annemle babam telefonda konuşuyorlar. Mama babam دارن تلفنی صحبت میکنن. Murat her hafta sonu maç izliyor. Murat her آخر hafta مسابقه تماشا میکنه. Biz yarın akşam Kadıköy'de buluşuyoruz. ما فردا شب توی کادیکوی همدیگر میبینیم. Onlar her gün parkta yürüyorlar. Ona her روز تو پارک راه میرن. Ben her ay bir kitap okuyorum. من هر ماه یک کتاب میخونم. تمرین 8 خواسته ازمون aşağıdaki kelimelerle birer cümle yazalım. با کلمات پایین یه جمله بسازیم. به طور مثال şimdi میشه الان. مثلا میگم şimdi kitap okuyorum. الان دارم کتاب میخونم. با کلمات دیگه مثل bu akşam, yarın, her yıl, her gün, her yaz, hiçbir zaman, her sabah شما جمله بسازین. برگردین جمله های منم چک کنین. و مثالای من bu akşam hiçbir yere gitmiyorum. امشب hiç جایی نمیرم. yarın işe gidiyorum. فردا میرم سر کار. her yıl tatile çıkıyorum. her سال میرم سفر. her gün yemek yapıyorum. her روز غذا درست میکنم. her yaz gitar kursuna gidiyorum. her تابستون میرم کلاس گیتار. hiçbir zaman yalan söylemiyorum. hiç vaqt دروغ نمیگم. her sabah erken kalkıyorum. her روز صبح زود بلند میشم. اینم از ویدیو مربوط به بخش گرامر زمان حال استمراری و تمرینای مرتبط با این گرامر. تو بخش‌های بعدی هم یه سری تمرین‌ها داریم دوباره و لیست خیلی از فعل‌های مهم رو هم آخر درس 3 داریم که اونا رو هم با هم چک می‌کنیم. تا ویدیو بعدی، hoşça kalın.